یه مهمون خیلی عزیز دارم. این ماه اخیر که کنسرت داشتیم چند باری اومد. کنسرتم خیلی حالم خوب شد. خیلی دوستش دارم. خودش میدونه چقدر کارهای جدیدش هم به زودی قراره رسمی پخش بشه. چقدر کارهای خفنی. من یکی از کاراشو میخونم. البته صدای خودش خیلی خوشگله، من که نمیتونم، ولی هر کی دورت بره سریع هرچی هم داد بزنی خب بازم چشه همینگه یه کار دیگه داره، اونم من خیلی دوست دارم. میگه که یه زد بیا تو پا به پام اینجا در اون از و خنده هم خشکشون بزنه رو لبام بی تو داداش عزیزم خفن، هرچی از استعدادش و صداش بگم تمام.